حسین هستم. میخواستم بگم که بعضی وقتا چیزای خوبی تو برنامه‌تون تو تلویزیون میذارید چند مرتبه باید پخش به یه ماه مرتبه، یه ماه 2 مرتبه. اون وقتی که آقای خاتمی رئیس جمهور بودن، بعدش هم آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بودن، گفتن که ما با آمریکا دست دادیم، با هم بودیم تو افغانستان، یعنی تو نابود کردن کشور افغانستان ایران و آمریکا با هم بودن ضد افغانستان. حالا نگاه کن کشور افغانستان به چه جایی رسونده ایران. بعدم خود خاتمی و احمدی نژاد گفتن که ما تا عراق هم با آمریکا بودیم. یعنی 37 سال دو مرگ بر آمریکا، اینا همش دروغی بیشتر نیست. اینا فقط آیت الله و آخوند میخوان با این را پول و مال مردم به جیب بزنن و برون، مثل آقای احمدی نژاد و لاریجانی که هزار میلیارد بردن. فقط یه سوالی داشتم از مردم ایران. 37 سال که حکومت اسلامی اومده به قول خودشون، البته اسلام از ایشون کار به اسلام ندارن، ایشون کسی هستن که فقط امامزاده میپرستن. خمینی سرش یک گنبدی درست کردن، 20 میلیارد دلار خرجش کردن. خمینی وقتی زنده بود چه برای مردم به ارمغان آورد؟ نه اتوبوس مجانی کرد و نه پول نه سر سفره آورد، نه منزل برای مردم ساختن. نه یک دروغی بیشتر نبود آقای خمینی. حالا رفتن سر قبرش گنبد درست کردن، مرگت درست کردن امامزاده. کشوری که این همه امامزاده به قول خودشون توش 17,000 امامزاده، این همه آیت الله و آخوند و سید و آقا و ملا و شیخ شوچتره، چرا بدبختترین و فقیرترین کشورهای دنیا باید باشه مثل ایران و عراق؟ این همش دروغه. با چای جمع کردن چیزی توش بود که دیگه ایران باید قوی ترین و بهترین کشور دنیا باشه، نه کشوری که 37 سال نتونسته یک هواپیما جنگی مثل آدم بخره. اینا دروغ. ما موشک ساختیم، بالستیک ساختیم، همش دروغه. مگه میشه ما موشک ما جاسوسی کنه 500 متر زیر زمین؟ مگه زیر زمین آب وجود نداره؟ خب قیمت زیر زمین گورت و کانال کندن بیشتر از موشک میشه. اینا مجموعه آدمای دروغی هستن، دارن مردم ایران گول میزنن، پول مردم میبرن به خودشون. هر چی سپاه و سپاسدار و بسیج و خامنه‌ای و لاریجانی اینا هستن و خیلی مردم ایران فقیر هستن. خدا هدایتشون بده تا بتونن مثل کشورهای دیگه برای امید بیشتری، مستقبل بهتری کاری برای خودشون بکنن، وگرنه اینا دوباره مشاکل برای مردم ایران به وجود می آورن. متشکر از شما. خدا هرچی تو دلتون بتون. خدا از شما راضی. از شما دارین از ایران و مردم ایران دفاع میکنید، از شرف و ناموس مردم دفاع میکنید، از پول و مال مردم که داره به جیب آیت الله آخونده میره، از سر این امامزاده و پول خمسایی که میگیرن به خارج میبرن، به عراق و سوریه و لبنان و یمن. خیلی هم خدا اجرتون بده. خدا حافظ شماست. خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا نگهدار. تشکر از شما برادر عزیز.